اونی که هرچی دارد میگوید الحمدلله همین رو دارم شکر الله، خیلی آرامش دارد. و اونی که چیزی که دارد اون رو و دیگران دارند زیاد فکر میکند، خواب از چشمانش میپرد. یک نفر رو میبینید یک کرته قیمت، تلاواری های خیلی گرانبها، تلفن های آیفون 20 چند در دستش است، ولی یک نفر رو در نزدش میبیند که چیزی از این گرانتر دارد، تماما در چشم روی او فقر دیده میشود. بیچاره هست، بیچاره هست که آنی که خودش دارد به آن اصلا و اصلا شکرگزاری نمی کند. و میگویند وقتی که تو اون چیزی که در دستی خودت داری درباره او فکر نمی کنی و به این قناعت و تشکر نمی کنی، تو همیشه گرسنه‌ای، همیشه ناآرامی و از تو آرامشت را این حریصی تو میبرد. و بدون که علامت کمبغلی انسان نداشتن نیست. علامت کمبغلی انسان چشم گرسنگی هست. چقدر انسان هایی هستند که دارند و گرسنه اند، پولدار گرسنه، چیزدار فقیر. چقدر انسان هایی هستند که کم دارند و اما ثروتمندند. چشم سیر دارند، قلب آرام دارند، زبانی از طمع دور دارند. فقیری با کمبغلی نیست، فقیری با چشم گرسنگی هست. گداگی با نداشتن نیست، گدا بودن و طلبنده بودن آنی هست که دارد و سیر نمی شود. از اینجا میبینید شما انسان هایی که ثروتمندند، پول و چیز چوره اینها خیلی به 100 سال و 200 سال میرسد، اما باز گرسنه‌اند. باز از دزدی، از طمع‌جویی، از غارتگری، از با هزار راه پول مردم را گرفتن اصلا و اصلا خود را داشتنی نیستند. یا اینکه انسان هایی هستند همه چیز دارند، اگر یک ماه، یک روز، 2 روز یا روز خود را، ساعتهای را برای عبادت الله، ساعتهای را برای وقت گذرانیدن با همسر، با فرزند، با پدر و مادر، با دوستان نزدیک اگر جدا کنند، اینها اصلا فقیر و گرسنه نمیمونند، ولی باز هم دارند و شب و روزشان با پول است. شب و روزشان از پی کار است. نه لذتی نشستن با پدر و مادر، نه لذتی نشستن و صحبت کردن با فرزند و همسر، نه لذتی سجده طولانی روز و نیاز به الله را اینها اصلا و اصلا نمی توانند بچشند، برای آن که لذت را اینها در مال دنیا دیدن و بیچاره خیلی فقیر هستند که انا اینها فقیرن، آنی که چشم سیر ندارند. و